دوستان عزیز، ما در مکان برگزاری مسابقه بین المللی گوشتینگیری در شهر خاروق ولایت مختار کوهستان بدخشان قرار داریم. اینجا پهلوانان قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ایران علاقه در مراسم وزنکشی شرکت ورزیدند. از آن نقطه نظر که اشتراکچی بازی‌های المپی بگمراد آلتیبایوف و شیرعلی جورایف و شاید نفری دیگری را که شما انتظار باشید به خاروق شهر بیاید، شکر محمد میرمحمدوف، اولوغبک رحیموف و همچنین شریف نظریوف، چندین چهره های ارزنده گران وزن هم مدعی این در همین مسابقات انا همین جایزن بیوایدی که 150,000 سومانی ارزش دارد. اکنون راهی بچه ها معلوم می شود. یکی میگوید که سمت کاری شکر محمد خوبتر است که میزبانی این مسابقات را به دوش دارد و هموطنانش یا همشهری هایش خیلی کفکوبی برایش کنند و یک قوه و نیروی دیگر گیرد. نفر دیگر میگوید که شریف هم در سال پار همین میدان را با پیروزی انجام داد. افراد دیگر میگوید که بگمراد آلتیبایوف که اشتراکچی بازی های المپی توکیو 2020 است، مقام پنجم را در آنجا صاحب شده بود. شاید آن هم به مرحله اساسی این شو جایزه رود. دیگر میگوید پهلوان ایرانی در بازی های آسیایی هم برنده مدال طلا شده بود. شاید آن هم به این مرحله راه یابد. از قرقیزها هم پهلوانان گران وزن 3 نفرند. از جمهوری تاجیکستان هم اولوغبک و رستم خوجایف و چند نفر دیگران هستند که نام آنها را هم به زبان آوردن ضرور است. اینجا دیگر جای بحث و گفتگو و تحلیل نیست. اینجا آن زحمت هایی که پیش کشیدن، تلاش هایی که کردند و از مربیان خوب آموختند ثمره‌اش رو می‌بیند و فضای خیلی متنتن گوشتینگیری و مخصوصا نوروزی شهر خاروق خیلی ایدانه است. با جز این مکافات باز هم برای پهلوانان 5 وزن دیگر پوتاس که ارزشی از 5، 7، 9 تا 13,000 سومانی رو دارد. این های مقام های اول دیگر وزن ها هم هستند که از اینها یکی باز هم بانوال با این دوره یا با این مرحله شامل است و پهلوانان وزنی 5 وزنی که معمولند و زینه های دوم و سوم افتخاری رو هم صاحب می‌گردند. از جانب حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان با تحفه های ارزنده، مکافات های عالی قیمتناک و باز هم این های نوروزی بین المللی سال 2025 سرفراز گردانیده می شوند. اکنون ما را ترک نکنید، ما حتما توسط یوتیوب شما را از نتیجه این رقابت ها آشنا می سازیم. با همه پهلوانان ظفر می خواهیم، چون که هیئت داوران فدراسیون گوشتینگیری تاجیکستان اینجا دعوت گردیدند و شفاف و عادلانه این رقابت ها از صبح روز 22 شروع می‌گردند. با همه ظفر می‌خواهیم و هر کسی که تلاش و مهنت کرده است، چون گفتیم که تحفه ایدانه با شکوه حلالش باد.